ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، در موج برنامه خوانش بدیعی. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک به توجه شما گفتار 12 از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوساد هایجا. مرحمت گوش کنید. به چشمشون که می دیدند با عقلشون باور می کردند و عدالت امپراتوری پسیا روسیه، حماقت امیران و خانهای آسیای وسط را زینه به زینه پخش و تنگ می کرد. جبر دیده ارزش را قاضی خانه نمی برد. وی به قاضی و قاضی القضات باور نداشت و داد نزد ماموران روس می برد و در بخارا شخصی را تعقیب کنند گریخته به سمرقند می آمد. تابع روس می شد و از جزا رهایی می یافت اگرچه حکمی قتل گرفته باشد. و اربابان دیه ها و حاکمان تومن ها و میران دره ها آرزو داشتند که در پناه گنرال گوبرناتور باشند و از بین آنها بعضیشان اختیاری به اطاعت او می آمدند و بینا به تعامل خودشان به وی پیشکش و دست آویزها می آوردند. و حاکم جام یک اسب بازی لجام و یک خورجین زروزی برگرفت و آمد به سلام گوبرناتور و یک شب و یک روز در خانه او مهمان شد و هنگام برگشتن از صداقت دهان گشاد. از خودتان گپ نمی ماند، ما در ملک زندگی می کنیم که پدر ندارد. اکنون پدر یافتیم. پدری ما آق پادشاه هستند. پشت و پناه ما همین کس. ما در قرض فرزندی فروگذاری نخواهیم کرد. گوبرناتور به قد وی جامه پوشاند و تپانچه هدیه داد و بیکی ارگود این رفتار او را شنیده عیب کرد و ایراد گرفت. عزت نفس ندارد. شرمنده کرد همه ما را. و این تنه به گوش حاکم جام رسید. قهرش آمد مردکه و از پی آن افتاد که از او قصاص بگیرد. با همین نیت وی باز خورجین و دسترخوان آراست و برداشت و خر و خنگل کرده به آستان بوسی گوبرناتور آمد و در مورد شکرگزاری یادآور شد. لیکن ناشکرها هم هستند جناب. به قدری آق پادشاه نمی رسند. در حقشان ناسپاسی می کنند. خودتان بهتر می دانید. مثلا همین بیکی ارگود خودش کی شده است که به آستان بوسی گوبرناتور نمی آید؟ باز لاف هم زده می گردد که به کسی خوش آمد نگفته است و نمی گوید. باز از خودتان گپ نمی ماند جناب. و گوبرناتور این دفعه به او شمشیر تحفه داد. یک شمشیر که در تیغش نام وی را نوشتند و خودش به سفر تیار شد. حاکمان دوستان ما هستند و مردم خیرخواهی ما هستند. پس دیگر ما از کی می ترسیم؟ عین وقتش است به بی‌ادبان ادب را یاد بدهیم و گردن شخان را زده نرم بکنیم. و گوبرناتور سمرقند گنرال ابراموف عزم سفر حربی کرد به جانب ارگود و عزیز مراد پسر روزی مراد را همراه گرفت که از روسی به تاجیکی و از تاجیکی به روسی خیلی خوب ترجمه می کند. راه کلان ارگود به مانند همه راههایی که از سمرقند به دیگر شهرها و به دیگر بیکگری ها می برد، زمین پا خورده
و پرخاک که تا الحال کلانترین نقلاتش اسب عرابه بود، حالا زیر چرخ توپ‌های خرد و کلان یک صدای ناشناس و هولانگیز می برآورد و چنگ و غبارش به هوا خسته به سر عسکران و سلاح‌های دستی و چرخی آنها فرو می ریخت و چوپان و پادبان‌های صحرا دست بالای ابرو گرفته به این بلای ناگهانی می نگریستند. باز چی بلا آمده باشد؟ این بلا یک دسته سواره مسلح و دو دسته پیاده مسلح و دو پولمیاد و یک توپ دورزن که اسب‌های چوبور می‌کشند بری راه را پر کرده و همه چیزی سر راه را زیر سوم کرده پیش می آمد و پادبانی از پادبانها جان هال دوید سوی شهر و به قلعه خبر رساند. سالات‌ها آمدند، با تیر و توپشان آمدند. باشندگان قلعه به تهلوقه افتادند و بیگ به آدمانش فرمود: مردم را به پا خیزانید، پیر و جوان را خیزانید، از دروازه شهر بیرون روند، پیش راهشان را گیرند، به شهر در آمدن نمانند. سربازان قلعه صف آراستند با کمانهای پیلتبند و 3 بردنکه که فدایان گریزه از جنگ کتقرغان آورده بودند و نیزه های چوبین و مردانی شهر که آدمان بیگ به پا خیزانده بودند کمانهای شکاری به دست گرفتند و به سر خاده ها داس بستند و توده شدند تگی دروازه قلعه و پیر کار آدمی دولتمند و جهان دیده از این بای پیش برآمد. جناب بیگ، اگر گپی مرا گیرید، گوبرناتور را با نان و نمک پیشواز گیرید. با کمان پیلتبند توپ را زده نمی شود. اگر گردن خم کنید به خون مردم ضامن نمی شوید. بیگ به توده نگریست. از وجاهتشان معلوم بود که مصلحت از این بای را درست می شمارند. اندکی خاموش ایستاد. صدای دیگری نبرآمد. مردم خاموشانه انتظار شدند. بیگ جوابی نداد و برگشته به قلعه در آمد و از آنجا آدم فرستانید که از این بای و 7-8 نفر آدمی با اعتبار را به درون دعوت بکنند و آنها که آمدند در خلوت به مصلحت نشست. من قدرت سلاح روس را می دانم. به خون رعیه ضامن شدن هم نمی خواهم، اما بی جنگ تسلیم نمی شوم. با مصلحت بیایید این خیل بکنیم. شما مردم را جواب دهید به خانه هاشون روند. ما با سربازان در قلعه می ایستیم. کاری بیهوده می کنید. صدا برآورد پیری. کاری بیهوده نه، رد کرد بیگ. رسم ملکداری همین خیل بوده است. با دست خود برآورده دادن خیانت بوده است. و بیرون آمدند و از این بای از نام بیگ مردم را جواب داد که رویتون، در خانه هاتون شینیتون، صدای تیر باشد، بیرون نبرایتون، در کوچه ها نگردیتون، هیچ کس در گرد قلعه نباشد. و هنوز مردم در خانه هاشون جا به جا نشده گلدراستی گلوله توپ برآمد و پاسبانخانه دروازه قلعه پاش خورد و چوب و خشت و خاکش به زمین فرو ریخت و مقاومت بیک اورگوت و سربازان کهنه سلاحش به گوبرناتور و عسکران نوسلاح او و جنگ یک دسته سرباز مضافات و جنگ ندیده با عسکران جنگ دیده و غالب محاربه های شدید دیزک و کتقرغان و سمرقند و جنگ حفظ جان با غاصبان 4 ساعت و 40 دقیقه دوام کرد و از قلعه دیوارهای شکسته و قرآتش و کردود و از محافظان انجام و لباس و تنی سوخته باقی ماند و گنرال به عسکران فرمود که مرده ها را برآرید و در یک جا جمع کنید و سالاران شهر را دعوت کرد و میتها را نشان داد به آنها و پرسید: در بینشان بیگ هست؟ سالاران این طرف و آن طرف گشتند، از یک سر ذهن ماندند و جواب دادند: بیگ نیست. درست‌تر بینید. سالاران بار دیگر چرخ زدند و جسد خونالود بیگ را در بین دیگر جسدها دیدند، ولی با ملاحظه‌ای که گنرال جسد او را تحقیر نکند باز جواب دادند: در بینشان بیگ نیست.
هیچ ممکن است که نباشد. راهی گریز نبود و گنرال به سالاران رخصت داد که مرده ها را گورانند. با رسم و عادت خود گورانند. امروز و فردا هر آینه‌ای که دارند به جا بیاورند و قلعه را تازه بکنند و پس فردا ساعت 10 ظهر مردم را در همین میدان غون آورند. و غون آوردن مردم را یک سری بلند به نظر نمی رسید. همه سری خم داشتند و گوبرناتور در بالای آستانه بلند راست ایستاده وعظ گفت: برادران، ما به شما دشمن نیستیم. ما دوستی شما هستیم و با دشمنان شما می جنگیم. امپراتور اعظم فسیا روسیه نان و جان و پول و مال صرف می کند که به بی‌عدالتی ها راه ندهد. به هر جایی که قدمش رسد عدالت بیاورد، آبادی بیاورد، دانش بیاورد. و عزیز مراد پسری روزی مراد سخنان او را از زبان روسی به زبان تاجیکی ترجمه می کرد. یک جمله وی به روسی می گفت و به او می نگریست و او یک جمله به تاجیکی می گردانید و توقف می نمود. خودتان می دانید که در امارت بخارا قاعده و قانون دولتداری نیست. امیر خودش قاعده و قانون و خودش دولت و سولت. بیکا با وی تقلید می کنند. خود را می بینند و دیگران را نه. این را اصلاح کردن در کار. ما آمدیم که اصلاح بکنیم. تاریخ این وظیفه را به عهده روسیه پرشوکت گذاشته است که به این خاک و زمین آبادی بیارد، عدالت را براه ماند و قاعده و قانونهای روی کار بیاورد که آسایش و آرامی زندگی شما را تأمین بنماید. اکنون خودتان به خودتان سردار انتخاب بکنید و نیک و بد روزگارتان را سرشته بکنید. شمشیر برای روس همیشه در حفظ جان و مال شماست. و به مردم خوش آمد سخنهای او، چون که راست بود. به دل و به دردشان موافق. در حقیقت یک کار نیک نکردن این بیکا. گوبرناتور اقلا نصف گفته هایش را بکند عالم گلستان می شود و اکثر غالب مردم قربانی های دیروزه قلعه را که برای حفظ ناموس آنها جان فدا کردند به دست فراموشی سپاریدند و گاوی پروایی آوردند و پیش پای گوبرناتور قربانی دادند. منت داریم. نیکی شما را فراموش نمی کنیم. بعدی که به سمرقند برگشتند، گوبرناتور با ملاحظه‌ای که سخن آدمی تهجایی به مردم بومی تأثیر بیشتری دارد، از عزیز مراد خواهش کرد که تأثیراتش را نویسد به روزنامه سمرقند بدهد. تأثیرات در حقیقت کرای نوشتن داشت. مردان سله و فشدار روز جنگ در خانه هاشان پنهان شدند و بعد جنگ با دعوت گوبرناتور به میدان غون آمدند که اقلا یک سری بلند و کتف راست نداشت و پس از صحبت گوبرناتور هم از سله ها جان گرفتند و هم فش ها جنبیدند. قامتشان راست شد و چشمانشان نور گرفت و تردد کردند و پیش پای او خون برآوردند و دسترخوان آراستند و دایره بزم تصفید و دستها پیش بر تا نیم سنگ راه گسیلش نمودند و راضی و خرسند بودند از سیاست سلاح گوبرناتور و شکستن قلعه و فاجعه بیک و سربازان و از تدبیردانی و مورد شناسی و اطاعت عاقلانه خود. عزیز مراد با چنین معنا و مضمون مقاله نوشت و محرر روزنامه سمرقند مرازوف آن مقاله را خواند و او را روبرویش پسی میز شناند و درس داد. مردم دنیا بیخبر و ساده باور هستید شما مردم. Слышите звон? Не знаете откуда он? اصلی مقصد تماما دیگر است که در ستادها طرح میکشند و محفوظ میدارند. به شما یک گپ میگویند ولی در اصل کارهای دیگر میکنند. این مستملکه‌دار نو برآمد تاریخ مستملکه‌داری بریتانیا و فرانسه را دقیق آموخته است. آموخته خلاصه برآورده است. اصولهای نوش را یافته است. یک سیاست مکارانه براه مانده است که نمودش آبادکاری و مضمونش غارتگری
ظاهرش عادلانه و باطنش خودکامانه است. برای شما از هزاران دستور یک مثال. مرازوف دفتری قفس از غلدانی میز برآورد و ورق زد و در سرخط انگشت گذاشت و خواند: کاری که امروز انجام نیافته است فردا به انجام خواهد رسید، به شرطی که حال مردم و روحی مردم را نقص دانیم و در موردش خوب استفاده کرده بتوانیم، به شرطی که خواست و منفعت‌های روسیه پرشفقت با اصرار، پیگیرانه، پیوسته، منتظم و همیشه در مد نظر باشد و حمایت کرده شود. خلق و قبیله هایی که به تصرف ما در آمدند و من بعد می درآیند باید که در روزگار روزمرهشان واقعا ببینند و حس بکنند و اعتقاد ببندند که ترتیب دولتداری ما نسبت آن ترتیباتی که آنها دارند و دیدند بهتر است، عادلانه است. فقط در همان حالت سیاست ما به دل و به دیده آنها جا می گیرد و زمینه مناسب و موافق فراهم می آید که ما بتوانیم عرف و عادت و دین و دیانت و زبان و ملت آنها را با هر خل راه و با هر گونه بهانه و با همه گونه واسطه با احتیاط و آهسته محدود بکنیم و تدریجاً به حال برسانیم که گذشتهشان را فراموش بکنند و آیندهشان را به ما پیوندند و آخر و عاقبت به ما محدود بشوند و کل این ملک و ملکچه ها قسم ترکیبی خاک روسیه مقتدر باشند. و تک شما حقیقت را گفتنی باشید، فهمیش و فکر خودتان را نویسید، فرموده دیگران را ننویسید. و عزیز مراد از اداره روزنامه حیرت زده بیرون برآمد. اینش هم عروس و یش هم عروس. اینش این خیل میگوید و یش آن خیل میگوید. هر دویش خواندگی، هر دویش منصبدار. کدامش راست میگوید، کدامش دروغ میگوید؟ در سر عقبه تخت قرچه دو ستون بیتانی شناندند، نشان سرحدی دو دولت. این طرفش تابع روسیه، آن طرفش تابع امارت بخارا و خاک یک لخت یک ملت به دو تقسیم شد و دو خیل ترتیبات حکم میراند که یکی به دیگری هیچ شباهت نداشت. به مثل یک بام و دو هوا بود و هر دو ترتیبات به مال و جان رعیه جبر و ستم می کرد و ترتیب جبر و ستم هر دو طرف به یکدیگر هیچ مانند نبود، یکی نازکانه و دیگری دغلانه و مردم که کردار آنها را به مقایسه می گرفتند خلاصه می برآوردند که امارت بخارا ظالم است و امپراتور روس عادل، چون که امیر بخارا هر وقت دلش خواهد انداز می برارد و انداز می گیرد، خاک و آب را پاس نمی دارد، راه ها را نظارت نمی کند، نهر نمی کند، صغیرخانه ها و مکتب ندارد، سربازان را نمی خوراند و نمی پوشاند، غم گرمی و سردی خانه رعیه را نمی خورد. بدپاچاه روس از وی بهتر نیست. اندازبراری و اندازگیریش وقت ساعتی معین دارد، به قدر خاک و آب می رسد، راه ها را آباد می کند، به زمین های بی آب می برارد، صغیرخانه ها و مکتب ها می سازد. عسکرانش تأمیناتی دارند که بیکای ما ندارند. انگیش می کند و به فروش می برارد که تنور مردم تفسان و خانهشان گرم باشد. و آدمان برای تماشا به امان قطن می رفتند، گویا که زیارتگاه باشد. در آنجا روسا برای عسکرانشان طبابتگاه ساخته بودند و محل و بیناهای آن چنان آزاده و خوشنمود بود که چشم بیننده نور می گرفت و به دلش فرح می درآمد و عسکران بیمار از گارنیزان‌های سمرقند و ترمیز و کوشکه در اینجا طبابت می گرفتند و خلق تهجایی هوس داشت که
یک بار با یگان بهانه به صحن آن درآید، روی دختران را بیند، بالای کتی سیمین بنشیند. و گوبرناتور در سمرقند با بانکیرها و کوپیتس‌ها و پمیشیکا و سرمایه‌داران به مشورت نشست که کدام کارها را کردید، کدام کارها را نکردید و کدام کارها را کردنی هستید. و آنها گفتند و این شنید. شاخه های راه آهن را زیاد کردند در کار که داد و گریف آسان شود. خودتان یک مقایسه بکنید. پیشتر از اینجا پخته فرستانیم تا به فابریک‌های روسیه بعد 6 ماه و بعضاً بعد 10 ماه می رسید. اکنون با راه آهن در 2 هفته می رسد. دیرش 5-6 هفته وقت صرف می شود. تا آمدن ما پخته را به مثل گندم و جو کشت می کردند. پخته امریکایی عموماً نمی کشتند. ملاهاشان فتوا دادند که مال کافران است، حاصلش حرام است. حالا کشت جوی را جاری کردیم. پخته امریکایی هم می کاریم. شماره بانک‌ها کم و بیش در افزایش است، به خصوص بانک‌هایی که به میده خواجگی‌ها قرض می دهند. قرض قریب که حسنه. تهجوی‌ها پنبه پخته را می سوختند. به جای هیزم اکنون روغن می کشند. و امیر بخارا اهل رکابش را در شیربدن ضیافت داد و این ضیافتخوران که چنین دعوت را باعث فخر و آبرو و اعتبار می دانستند، بنا به عادتشان هر کدام پیشکش و تحفه آورده بودند که دست خالی رفتن عیب است. و بعد ضیافت امیر نقدینه های آورده را بند بسته به خزینه سپارید و آدمانش را فرمود که مال و متاعهای آورده را فروشند و پول را به خزینه دار بدهند. و در خزینه طلا جدا، نقره جدا، در سناچها رخ زدگی، ولی به خرج کردن دلش نمی شد و در خلوت به قشبگی شکایت پیش آورد که ما عزم سفری تفلیس داریم، نمی دانیم خرجش را از کجا براریم. قشبگی مصلحت داد. به نام قاضی کلان یک خط نویسید. در خط اشاره کنید که یک قطیچه نقره ضرور شد. قطیچه‌ای که در آن 100-500 سومه روسی غنجد. و ممسک مردنی اشاره را می فهمد. شما نویسید، نتیجهش را بعد می بینیم. و نتیجهش زود معلوم شد. قاضی کلان برابر رسیدن خط اول به گذری زرگران آدم فرستانید که قطیچه نقره فرماید و بعد به 9 قاضی در 9 تومان پیغام داد که چند 5 سومه روسی دارید به این جانب فرستانید. و در مدت 5 روز قطیچه نقره که درونش 105 سومه روسی داشت در شیربدن به دست امیر رسید. سفر امیر به تفلیس 6 ماه دوام کرد و 6 ماه در شهر و دههای بخارا در دهن مردم همون گپ بود که وی یک شب تاریک از شیربدن به کاگان آمده است و سالاتهای عروس او را پنهانی به آتش شرابه سوار کردند و کسی نمی داند که به کجا فرستاندند. لیکن یکی از زنهایش که 2 سال امیدوار بوده است و یک بار هم به وصال نرسیده است، با علم به سعیس جورش گفته است که خوب شد به این بیدیانت. از کدام قحبه درد سوزاک گذشته است. تفلیس برای طبابت رفته است و این گپ آوازه شد و باز آوازهای دیگری به آن ضم گردید. و در تیم شهر که قطار گنبزها از لب حوض دیوان بیگی تا بر ریگستان ارگ کشال بود و درون هر گنبز چند دکان و دکانچه داشت و ساختش 1000 خانه شکمبه گاو را به خاطر می آورد و هوایش سایه روشن بود که سراب آدمان را روشن نمی دیدید و پیاده و سواره پس و پیش می رفتند و شتر سوار به سر خرسوار تازیانه می برداشت و خرسوار پیاده را تیله می داد و فالبینان فال می دیدند و قلندران نعت می خواندند. سرباری این همه بینظمی باز مردم دست دسته و توده توده
راست ایستاده بین خود بحث و گپ‌گزارانی می‌کردند که سبب تفلیس رفتن امیر این نیست، آن است. شما گفتار 12 را از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوهساد هیجا شنیدید. کارگردان نگینه ابراهیم، صدابردار منظوره یوسف، گوینده قدویه اکرامی. خیر، تنصیحت و خانه آباد باشید.